در کتاب روضة العقلاء یعنی بوستان عاقلان ابن حبان آمده است مرد امام وکیع ابن جراح را دشنام داد، اما امام سکوت را اختیار کردند. وکیع ابن جراح یکی از استادان امام شافعی به شمار می روند. مردم پرسیدند چرا دشنام او را به پاسخ می گذارید؟ امام وکیع به سؤال آنها سؤال آمیز جواب دادند. چرا دانش آموختیم؟ چرا دانش آموختیم؟ یعنی برداشت از این قصه چنین است: ما دانش آموختیم تا مثل جاهلان رفتار نکنیم، تا بدی را با بدی پاسخ نگوییم. دوستانم، میدانم که شما نیز مثل من در زندگی بارها سخنان اذیت بخش شنیده اید. بارها مردم با نیش زبانشان دلتان را شکستند، اما سکوت را اختیار کردید. گاها با خود میگویید که پاسخ گویم و در ذهنتان هزار ردیه آماده می سازید و در زبانتان هزار کلام، اما با سکوت را اختیار میکنید. باید بدانید که سکوت شما نه دلیل ضعف و ناتوانی شماست. سکوت شما دلیل کرامت و شرافت شماست. شما نمونه انسانی کامل و شریف هستید. شما با جاهلان بحث کردن را از جهالت میدانید و این چنین میدانید که حتی برای بعضی ها سخن حیف است.